ما یک کشمکش بزرگ را در وبسایت ها، در فیسبوک، در مجالس مشنویم که این نوروز حلال است، حرام است، بکنیم نکنیم. عزیزم خوب به گپ ما دقیق متوجه شویم. هنگامی که شکمتان درد میکند، آیا نسخه انجینر را قبول میکنی؟ پیش دکتر میری؟ دکتر باید جواب بگوید. ما به جوانای عزیزم و مسلمانان امیره میگم که امی قضیه را چی فکر میکنی؟ یک قضیه دینی و یا یک قضیه عادی؟ اگر قضیه دینی است پس از اهل علم پرسان بکن و اگر قضیه غیر دینی است باز از متخصص در امو فن پرسان بکن. اگر جای انجینری است برو از انجینر پرسان کن. دقیق شدن؟ این قضیه چی است؟ قضیه دینی است. این را در روشنی دین پرسان بکن، از علما پرسان بکن. چقدر افراد دنبال خواهش‌های نفسانی می‌گردند، چقدر دنبال غیر قرآن و حدیث می‌گردند. خیلی جالب هست با آنچه که خدا و پیامبر و بزرگان سلف بیان کردن چند می‌زنیم. ما به آیین زردشتی ها و مجوسی ها و آتش پرستی ها کار نداریم. امروز دی پیدا شدن به نام تجلیل از روز نوروز، عید نوروز. این از کجا وارد کردی؟ 30 جزء قرآن در پیش ما گذاشته، در یک جا نیامده که شما از نوروز تجلیل کنیم. احادیث گوهربار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و در هیچ جا بیان نکرده که شما عیدی هم داریم به نام عید نوروز. حالا دیگه نمیدونم برای اینها کی الهام کرده، کی وحی فرستاده، وحی که قطع شد. چی کسی برای اینها تعلیم داده که عید نوروز هم شما داشته باشیم؟ تاریخ میگه که از زردشت مانده، خودشان میگه از زردشت است و اقوال دقیق دری با وجود دارد، دقیق علمی. کلشان میگه که از این تاریخ هست. قاعده اصول ما ای بود که هر چیز را پیدا میکنیم در قرآن. اگر در قرآن پیدا نکردیم در حدیث رسول الله، اگر در حدیث رسول الله پیدا نکردیم باز به اقوال صحابه میگه. هرگاه در اقوال صحابه یک دلیل پیدا شد اونو نظر ماست، دوم نظر وجود ندارد. اگر چندین صحابه نظر مختلف داشت، امام ابو حنیفه رحمه الله اصولش چیست؟ میگوید که یکی از این نظرها را قبول میکنم و از خود نظر ندارم. حضرت انس رضی الله عنه و ارضاه میفرماید که قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه، پیغمبر علیه السلام به مدینه منوره تشریف آورد. ولهم یومان یلعبون فیها، برای اهل مدینه 2 روزی بود که در روز ساتیری میکنن و جشن میگرفتن. فقال، گفت پیغمبر، ما هذان الیومان، این 2 روز چی است؟ قالوا، گفتن نلعب فیهما فی الجاهلیه، در قبل از اسلام ما امی 2 روز جشن میگرفتیم. پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی قد ابدلکم بیومین خیرا منهما، پروردگار عظیم به عوض از این 2 روز جشن شما 2 روزی دیگری بهتر از این را بر شما داد که او روز عید اضحی است و روز عید سعید فطر است. در هر دینی که قبلا بودی و او دین روزهای جشن داشت، خوشی داشت، الله بدلش کرده. الله این 2 روز تا به 2 روز تبدیل کرده. دقیق شده این حدیث اینطور است. صحیح شده انشاءالله این حدیث رسول الله. حالا بیاین که پرسان بکنیم که کدام صحابی گفته که باشه نوروز. اگر کدام صحابی گفته باشد و سر چشم بکنیم. یک بار برین، اگر در یکی از اقوال صحابه آمد ما عقل می‌کنیم، ولی اگر صحابی گفت که نکو، حالا دیگه اصول به ما چی میگه که دیگه دلیل نگو. امام بیهقی رحمت الله علیه از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه و ارضاه روایت میکند. چی میفرماید؟ قال، گفت من مر ببلاد الاعجام
فصنع نیروزهم و مهرجانهم و تشبه بهم حتی یموت و هو کذالک حشر معهم یوم القیامه. هر کسی که به شهرهای گذشت که در اوجا نوروز را تجلیل میکنند و ای را تایید کرد و به این رضایت نشان داد، در روز قیامت الله با عموم مردم حشرش میکند. این قول صحابی است. این روز حرام نیست، روزا حرام نمیشه، روزا زمانه است، الله پیدا کرده. این روز تجلیل کردن، این روز بزرگ دانستن که دمی روز تو بیرق بالا در سری قبر میکنی. یک بدعت خو یک تعظیم روزی ما عید مجوس میکنی دیگه، سری قبر بیرق بالا میکنی دیگه. پیغمبر سری تر مردم لعنت فرستاده. اگر قبر پیغمبر کسی عید جور کنه، میلجا جور کنه، پیغمبر لعنت فرستاده. لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد سجدگاه جور کرد. عایشه رضی الله عنها دمو حدیث میفرما یحذر امته، امت خود تحذیر میداد مما صنعوا، از آن چیزی که یهود و نصارا کرده بودن او طور کار یا نکنن. کل بدعت ضلاله، بدعت سیئه. چه کار میکنید؟ تجلیلت چگونه است؟ میروم از اینجا پولهای گزاف مصرف میکنم، میرم به سرزمین مزار کنار جوار علی رضی الله عنه صحابه بزرگ پیامبر. چه کار میکنی در آنجا جنده بالا میکنم. این از کجا وارد کردی؟ جنده بالا کردن یعنی چی؟ وقتی جنده بالا شد، این جنده کور ما را بینا میکنه، مریض ما را شفا میده، خلاصه مشکلات ما را حل میکنه. یک جنده عجیبه. ای ملت مسلمان واقف بشیم. بعد چه کار میشه؟ به خاطر تجلیل سال نو زنهای رقاصه را از کشورهای مختلف جمع بکن در کنار مزار حضرت علی رضی الله عنه. اولا ما سند صحیحی نداریم. تحقیقاتی که حضرات علما و بزرگان دین ما کردن که مرقد علی و خود حضرت علی در مزار دفن باشه، هیچ روایت صحیحی نداریم. فرض کن که در اونجا حضرت علیه، آیا حضرت علی کرم الله وجه در جوار مزار حضرت علی خواننده ها برقصه، شراب نوشیدن بشه، قمار بشه؟ عجب حالتیه. جشن خرافاتی، جشن بدعتی و جشن شرکی. بعضی از آنها چی میگن؟ واقعیاتی که باید بیان بشه. من در اونجا از سال آینده خود باخبر میشی. عجب، سال آینده چگونه باخبر میشی؟ والله در اونجا افرادی هستن غیب مار میگن. پیامبره رحمت للعالمینه، او غیبر میگه من نمیدانم. او بیچاره که در اونجا نشسته غیبر میدانه. آیه قرآن چی میگه؟ و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. غیبر خدا میداند و لا غیر. و فالی که میره به مزار در اونجا فال میگیره، همه مزخرفات، بدعات و خرافات. امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه شارح بخاری شریف صاحب فتح الباری، او در زیر از این آیت نوشته میکنه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. او میگوید که به مسلمان لازم است که ماهای شرعی را در حفظ داشته باشد. او باید بفهمه که ما در کدام ماه هستم، زیرا تمام نسک عبادتی ما به اساس ماهای شرعی می شود. قمری از او استفاده کن. این به این معنا نیست که ما از ماهای دیگه استفاده نکنیم، ولی به این عنوان که ما شروع کردیم. عزیزان من، چرا بیدار نمیشیم؟ چرا به خواب غفلتیم؟ تجلیل سال نو ما نداریم عزیزان من که عید برا بیاندازیم. عید ما دو عید، سه عید فطر قربان.